سلام، من مهدیسم و اینجا چنل یوتیوب منه. من یه بازی زمانی رو توی اینستاگرام فعالیت کردم، ولی خب ول کردم، ادامه ندادم. حالا احتمالاً دوباره برمیگردم، اما برای یوتیوب همیشه تردید داشتم که شروعش کنم یا نه، انجام دادنش درسته یه موقع زود نباشه. ولی دیگه خب گفتم الان دیگه تو شروع 1404 وقتشه و تصمیم گرفتم که استارت بزنم. اما نه صرفا آموزش و از اون ور هم نه صرفا ولاگ و سرگرمی. دلم خواست که این دوتا رو هم تلفیق کنم، یعنی هم آموزشه باشه هم ولاگ و سرگرمی. یه سری ولاگ های مفید که توش نکته های توسعه فردی و روانشناسی هم با هم دیگه یاد بگیریم. چرا توسعه فردی؟ چون من سالها، تقریبا 3 سال و نیم سابقه تدریس سخنرانی، فن بیان و توسعه فردی به نوجوانا داشتم و روانشناسی هم به خاطر اینکه من دانشجوی روانشناسی ام و اینجا هر چیزی که بتونم رو آموزش میدم و منتقل میکنم و قراره که این دوتا رو در کنار هم دیگه داشته باشیم و امیدوارم که کلی اینجا بهمون خوش بگذره. مرسی ازتون که این ویدیو رو دیدین. ویدیوهای بعدی چنل قطعا استارت کار رو میزنم و با هم دیگه میریم سراغ چیزایی که قراره حالا تو این چنل شما ببینید و همراه هم باشید.